با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام دکتر. سلام، بفرمایید. عرض کنم دکتر خیلی خوشبخت هستم که فرصتی پیش آمد که من بتونم با شما صحبت بکنم. خواهش کنم، بفرمایید. از طرفدار کار پاپورس شما هستم، واقعا درود بر شما. درست دارید. که من جوانی هستم 32 ساله، از سن 18 سالگی متاسفانه دچار تغذیه اجتماعی شدم، سوشال فوبیا، و روند درمان خودم رو از سن 21 سالگی شروع کردم، چون از 18 سالگی تا 23 سال من اصلا متوجه نشدم مشکل من چیه. فکر میکردم که خب به خاطر مشکلات کنکور و اضطراب درس ها اینا بوده، ولی از 21 سالگی درمان آغاز شد. سیتالوپرام خوردم، حینش هم مثلا شاید یه سالی 6 ماهی قطع شد، دوباره مثلا حدودا 7-8 سال دارو استفاده کردم که من دیگه خب چند سالش که مداوم استفاده میکنم. من خواستم بدونم که در وهله اول این مشکل تغذیه اجتماعی من مقدار درمان شده، ولی تا چه اولا قابل درمان هست؟ این سوال اول من. بذار در پیش نرید عزیز، بذار ازتون سوال کنم، واقعا این حالت سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی شما به چه صورتی است؟ یعنی 18 سالگی شما از چه جور افرادی، از چه گروهی یه چنین پرهیزی داشتید یا هراسی داشتید و چه می کردید؟ در همین زمینه به خصوص چه خبر بوده؟ عرض کنم حضور شما که من وقتی مهمانی میخواستم برم، قبلش اصلا اینجوری نبودم، ولی یهو 18 سالگی من مهمانی میخواستم برم اصلا دست پامو گم میکردم، ضربان قلبم میرفت بالا و تیکه عصبی میگرفتم، یعنی گونه چپم شروع میکرد به پریدن. صبر کنید، اگر محلی که میرفتید فقط مردانه بود یا زن و مرد بودن فرقی میکرد؟ چرا؟ طبیعتا آدم خجالتی هم هستم، یعنی از بچگی آدم خجولی بودم، یعنی به طوری که خجالت میکشیدم صورتم کاملا قرمز رنگ میشود. خب حالا صبر کنید، بیاد برگردیم سراغ خانواده. پدر و مادر شما و در خانواده پدری و مادری چقدر اضطراب، چقدر وسواس، چقدر افسردگی، چقدر خشم یا یک کمی بیماری‌های سنگین دیگه وجود داشته؟ حالا بیماری سنگین آقای دکتر نداشتیم، ولی مادر بزرگ من، یعنی مادرم وسواس داشتن و مادر خودم آدم خیلی به نظر پیکی رو عرض کنم حضور شما که خیلی به اصطلاح آدم مقیدی هستش به همه چیز، خیلی واقعا نظم و ترتیبش بالاست. پدرم آدم حساسی هستش. خب عزیز، شما چند تا خواهر برادرید؟ من یه برادر بزرگتر از خودم دارم. چقدر فاصله؟ 7 سال. خب اونا ببینید شرایط خانوادگی شما زمینه رو برای اضطراب و وسواستون فراهم میکنه. یعنی سیمپیچی مغز شما مثل سیمپیچی است که سیمای مغز شما لخته، دقیقی که به هم بخوره جرقه میزنه، یعنی اون پوسته رو ندارید. حالا به من بفرمایید، بعدم خودتون اشاره میکنید که در قبل از اون خجالتی بودید، چون ببینید بین 1 تا 3 سالگی 2 چیز با هم گره میخوره که گرفتاری ماست: 1 اضطراب، 2 خجالت. و من بیاست که دفعه اون حرمت نفس، احساس خوب بودن در ما و دوست داشتنی بودن میفته و بنابراین ما ناچار خودمون رو خوب نمیدونیم و دوست نداریم و از آنچه که اتفاق بیفته ناراحت و نگران میشه. با گذشت زمان این نگرانی با آدم ها مرتبط کنیم، چون موضوع ما مخصوصا بعد از 3 سالگی میشه انسان. پس حالا من از همه خجالت میکشم و ضمناً از مردم میترسم. بعد شما درتون فرض بفرمایید که تمایلات جنسیتون به صورت یه مرد خودشو نشون میده. حالا شما به این راحتی نمیتونید به دختر نزدیک بشید، پس بنابراین یه نوع خشم و عصبانیتی متوجه خودتون و متوجه دختر میکنید. بعد ناچار وقتی اینجوری فکر میکنید با توجه به زمینهای فرهنگی فکر رابطه جنسی رو میکنید و بنابراین زن دیگه به عنوان یه انسان، به عنوان یه موجود
حتی ماده به حساب نمیاد، میشه آلت تناسلی. و وقتی این ذهنیت در شما تقویت شد، شما تبدیل میشید به یه آدم بسیار بسیار خجالتی، به طور که همونطور که بیننده عزیز قبلی عرض کرد، اصلا جرأت نگاه کردن، چون یه کسی تو چشمای شما میتونه بخونه شما اصلا دارید به رابطه جنسی فکر میکنید، پس سرتون پایین میاد، خجالتی میشید. بعد چون همچنان نمیتونید با نگاه موضوع رو کنترل کنید، سیستم شما برای که اداره خودشو بتونه بکنه مثلا صورتتون سرخ میشه، یعنی خون میریزه به صورتتون، یعنی نشون دهنده اینه که چقدر حالتون بده و خب کمک هم نگرفتید. در 18 سالگی یه نوع آگاهی پیدا میکنید و چون منطقه 18 سالگی ایگو اینتگریتیه یا ایگو آیدنتیتیه ببخشید، یعنی یافتن خوده، شما تازه خودتون رو گم میکنید. حالا یه دفعه به این نتیجه میرسید که این دیگرانن که زندگی شماست و شما تبدیل میشید به یه آدمی که صورت چشم زندگی میکنه، همه رو میبینه بدونی که خودش رو ببینه. بنابراین شما یه زمینه اوریان سیمپیچی مغزی داشتی که به هم گره خورده و حالا دارو و اینا اونقدر نقشی نداره و یک کار دارو درمانی و روان درمانی سنگین میخواد که شما رو با تکه تکه های باورهای غلطتون آشنا کنه. یعنی یک، به شما برگرده بگه مرد تو خوبی همونطور که دیگران خوبن، به عنوان یه انسان ناقصی، به عنوان یه انسان محدودی، مثل همه انسان ها. همه در جهان ناقصن، همه این پرفکتن، خدا اگر هست کامل اونه، بقیه همه ناقصن، پس منم ناقصم. دوم، این نقص اصلا خجالت نداره. این که من ژاپنی بلد نیستم خجالت نداره. این که من ریاضیات بلد نیستم خجالت نداره. این که من اقتصاد نمیفهمم هیچ خجالتی نداره. و در نتیجه کسی باید با خجالت شما بجنگه. این که شما لباستون اینه خجالتی نداره، این که قدتون اینجوریه خجالتی نداره، یعنی بکوبه اونجا. دوم، این آدما نیومدن توی مهمونی شما رو آزار بدن. شما خودتون من گفتید می‌خواستم برم مهمونی، تو مهمونی چیکارتون می‌کردن؟ می‌بردن مسخره‌تون می‌کردن، کتکتون می‌زدن، شکنجه‌تون می‌کردن. هیچ. یه مهمونی می‌رفتید، آداب و ادب رو رعایت می‌کردید، اونا محترمانه با شما رفتار می‌کردن، از مهمونی اومدید بیرون. هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. خب چرا شما باید از رفتن مهمونی احساس بدی بکنید؟ اینو الان خودتون من جواب بدید. چرا به خودتون نمیگفتید مرد میخوای بری مهمونی چرا ناراحتی؟ به خودتون چی میگفتید؟ وقتی مثلا اینجوری دست پا میکردم و دیگران کاملا از حالت چهره من متوجه میشدن که من دارم اصلا حالت طبیعی ندارم، واقعا منقبضم، کف دستم فیس عرق سرده و اصلا طرف میدونی همون موقع اصلا که چشام نگاه نمیکرد. یه مقداری از اون فهمیدن دیگران من عذابم میده. نه صبر کنید، نرید، این یه بازیه. بیاد فرض کنید من به شما یه دارویی میدادم و بعدم مثلا دست عرق کردن تو مردم نمیدم، به دیگرم دست نمیدادید، ولی به من بگید این مردمی که شما ازشون وحشت کردید، نرید ببینید همینجا بازی ذهن شماست. به من بگید این مردمی که شما ازشون وحشت کردید چه بلایی سر شما می‌آوردن که شما اینجوری به هم ریختید از قبل؟ یعنی ورودتون به مهمونی چرا با دستاتون عرق کنه و چرا با صورتتون سرخ بشه؟ این مردم چه خطری برای شما داشتن؟ من فقط همین فکر میکردم که اینا مثلا فکر میکنم من یه آدم ضعیفی هستم. از کجا عزیزم؟ شما خودتونید. اصلا این آدما همه فکر کنن شما خیلی 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 ضعیفید. چی میشه؟ هیچی. من اگر یه بچه 5 ساله هستم باید فکر کنم من بچه‌ام؟ اگه 95 ساله فکر کنم من پیرم؟ اگر همه تون میرم من یه پا ندارم؟ من باید ناراحت باشم؟ من اومدم تو این دنیا، من این مردمن که همه زندگیان و ملاک زندگیان. بعد اصلا همه به شما نگاه میکردن گفتن ضعیفی. چه سرتون میامد؟ چی میشد؟ من برم توی مهمونی همه فکر کنم من 10% خوشگل‌ترم، 20% کم‌هوش‌ترم، 30% باهوش‌ترم، 40% شیک‌ترم، 50 چه فرقی تو زندگی من میکنه عزیز؟ وقتی میگم یه کسی باید با شما بجنگه هنوز دارید همون افکار رو دارید. چی میشه؟ هیچی. شما وقتی وارد مهمونی میشید آدمای مختلف و متفاوتی هستن، یه کسانی مثلا یه چیزیشون میشه دیگه نمیشه، یه آدم قد بلند یه چیزی میشه کوتاهی نمیشه، یه آدم لاغر یه چیزی میشه چاقه نمیشه، یه آدم پولدار یه چیزی میشه بی پوله نمیشه، میرزیم اونو کتکش میزنیم ما. شما برای چی همچین دنیایی رو برای خودتون درست کردید؟
بنابراین نگاه شما نه واقع بینانه است، نه حتی اخلاقی انسانیه. برای که من تو مهمونی ام و شما به خاطر نگاهی که من بهتون میکنم حالتون بد میشه، شما منو بد میبینید. خب این بی‌انصافی در حق دیگرانه. شما به چه حقی دیگران رو بد میدونید؟ بعد مثلا شما چرا عزیز فکر باید بکنید که شما وقتی وارد مهمونی میشید همه کاروبار زندگیشون رو ول کنن به من میچسبن؟ چرا من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم خانم آقایون هیچ کس تو مهمونی نمیاد شما رو ببینه، اصلا کسی شما رو نمیبینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. نه تو مهمونی رفتید که رفتید، شما میرید تو مهمونی اصلا دیده نمیشید، کسی نمیاد شما رو ببینه عزیز، آدم اومدن خودشون رو نشون بدن. ببینید کار روان درمانی و تراپی شما یک کسی است که شما رو با این واقعیات آشنا کنه. من میرم تو مهمونی، من رو خط تلویزیونم، صبح ساعت 9 تا 11 رادیو بودم، 4 تا 6 رادیو خواهم بود، امشب 7 تا 10 کلاس دارم. سر کلاس نه احساس بدی میکنم، برای که این منم. میدونین چرا عزیز؟ برای که من خودم رو خوب میدونم. من خودم رو خوب میدونم، ولی هر کسی هم که دور بره من از من بهتره. من خوب با شما بیننده خوب، من برای چی ناراحت باشم؟ به همین راحتی هم باتون حرف میزنم. من خوب با شاگرد خوبم که جلو هم نشسته چرا ناراحت بشم؟ برای چی حرفمو نزنم؟ برای چی خجالت بکشم؟ شما در من همچین احساسی رو میبینی؟ من رو خط تلویزیونم، اصلا چه فرقی میکنه؟ اصلا الان تمام شمایی که اونجا نشستید فکر کنید آدم بیشوره یا بی سواده یا حرف مفت میزنه یا حرف خوب میزنه. چه فرقی میکنه تو زندگی من؟ ما برای خودمون یه دنیای عجیب و غریبی درست کردیم. بنابراین عزیز مشکل شما واقعیته، مشکل شما واقعیته و به همین جهت که من با یه فردی مانند شما عرضم این است که عزیز دل تو خوبی، منم خوبم، تو خواستنی و دوست داشتنی هستی، منم هستم، تموم شد. معناش نیست که همه منو تو رو میخوان. همه منو تو رو بخوان که فاجعه است، که یه نام بدی داره. شما یه دونه عاشق میخوای تو دنیا امروز 6 تا دوست تو 7 میلیارد و اینم پیدا میشه وقتی رفتار عادی دارید، احتیاج به هیچ کس دیگه هم ندارید. قرار نیست همه شما رو دوست داشته باشن و من از شما خوششون بیاد. من میگم که مثلا اهمیت نمیدم که دیگران راجع به من چی فکر کنن، به من چه مربوطه؟ اونا فکر میکنن. من نه بیکارم نه حوصله دارم، برای اصلا من آدم مهمی نیستم که من رو به من فکر کنن عزیز. بنابراین یک کسی باید به شما بگه خانم دوست خوب من، تو مرکز و محور خلقت نیستی. وارد مهمونی که میشی تو وارد نمیشی، تشریف فرما نمیشی، تو میای تو. تازه آدمام که به تو میرسن میخوان تو ببینی اونا رو. به همین جاست که بقیه اگر من شما مهمونی نریم هیچ طورم نمیشه. به همین جاست که منم بمیرم تو دنیا هیچ طور نمیشه. هر کی داره زندگی خودشو میکنه. من اومدم گفتم نه، من مرکز خیرتم، چون من خودم رو احساس میکنم، فقط منم که احساس کنم. دو، همه این آدم ها بدن و راجع من فکر بد میکنن و با فکر بد اونا من آسیب میبینم. خب همش غلط. و بنابراین شما احتیاج به یک کمک یه روانشناس خوب دارید عزیز، که در حالی که دارو مصرف میکنین که این سیستم سیمپیچی شما رو درست بکنه، یه ذره شما رو از این باورهای عجیب و غریب بیاره پایین. و در غیر این صورت روزی که شما مانند چشم زندگی کردید که همه رو دید غیر از خودتون، از ما در میایید. من تو زندگیم عزیز کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، شما رو راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم. من نمیدونم این دنیا به قضاوت نظر شما اهمیت بدم. خدا منو به این دنیا نفرستاده که بگه برو مردم خوشحال و راضی کن و یه کاری بکن که اونا از تو خوششون بیاد. من چه مربوطه؟ اصلا من کی هستم؟ یا باید خودم اینقدر بالا ببینم که دیگران به من نگاه کنن، یا خودمو زیر پا ببینم؟ نه، من یه آدمی هستم مساوی بقیه. این منم. به قول اینجا یا take it or leave it، بپذیرش یا رهاش کن. با یک کسی کار کنید عزیز. یه مقدار با کارهای من اگر آشنا بشید، اینا واقعیت هاست عزیز. اینا شعار نیست، اینا واقعیته. من خوبم تو خوبی. توی مهمونی هم هیچ کس قصد آزار شما رو نداره، همه میرن خودشون رو نشون بدن و خوب جلوه بدن. پس من چه جایی نگران دارم؟ من با آخر وقتم رسیدم، ناچار باید ازت خداحافظی کنم، ولی خوشحالشم باید صحبت کردم. مثلا سوال کوچولو داشتم عزیز. من باید برم، اعلان دادم به من که سوال کوچولو تو بکن جان. ازدواجم چی بکنم؟ اصلا هیچی. تا زمانی که حالتون خوب نکردید اصلا ازدواج نکنید.
چون یه زنم باید به بدی شما بد باشه از نظر شما، تازه بعدم میخوای که یالا تو بیا کنار من دوتایی با هم رنج ببریم بریم تو. روند درمان من چقدر طول میکشه؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ مهمش اینه که شما وقتی کار درست بکنی خوب میشید. من روزی که چاقم قرار لاغر بشم، یه هفته 7 سال ما راهی غیر از این نداریم عزیز. ببینید همینا استراب شماست. یه دنیایی برای خود درست کردی عجیب و غریب، ولی میتونی رو کار کنی. من ناچار باید ازت خداحافظی کنم ولی خوشحالم باید صحبت کردم عزیز. ممنونتم.